آنچارتد یکی از نمادهای ویدیو گیمه و یکی از فرانچایزهای پرچمدار پلی استیشنه که حتی فیلم سینمایی هم ازش ساخته شده و مجموعه‌ای که من تا حالا هیچ کدوم از بازی‌هاشو بازی نکردم تا زمان عرضه لگسی آف تیفز کالکشن واسه پی سی و فکر کردم جالب بشه که این سری رو از نسخه اول شروع کنم تا نسخه لاست لگسی و توی این ویدیو میخوام ببینم آیا آنچارتد 1 بعد از 17 سال از عرضه توی سال 2024 ارزش بازی کردن داره. خب بیایید اول از نکات مثبت شروع کنیم. داستان خیلی جالبه، فانه، درباره جستجو واسه گنجینه الدورادو هستش، ولی چیزی که داستان خیلی خوب به دوش کشیده شخصیتان. نیثن دریک واسه دلیلی که تبدیل به یکی از آیکون‌های ویدیو گیم شده. نیثن شخصیت بامزه‌ایه و دیالوگای بانمکی داره، ولی به نظرم دلیل این که آنچارتد به عنوان یه مجموعه انقدر خوبه شخصیت‌های ساپورتشه و اینکه چطور با هم دیگه تعامل میکنن. نوشتن دیالوگا بازی هم خوب هستن ولی خیلی عالی نیستن. صدا پیشه خود شخصیت نیثن نولان نورث توی کامیونیتی گیم خیلی شناخته شده است و همه میشناسنش و توی کلی بازی ها بوده، ولی شخصیتی که خیلی ها اونو باهاش میشناسن نیثن دریک هستش. جفت صدا پیشگی شخصیت های سالی و هلینا هم عالی هستن. این ترکت بین کاراکترها هم خیلی جالب است و موسیقی های بازی هم خیلی عالی و قوی هستن، کاملا مود مبارزات میده و تم اصلی آنچارتد هم کاملا آیکونیکه و وقتی میشنوید کاملا میشناسید چیه و یه جوری از این که اکثر اتفاقات داستان داخل این جزیره اتفاق میفتن بعدم نیومد. هرچه که توی بازی جلوتر میرید مکانهای جدید آزاد میشه و توی بعضی لوکیشن هم چند باری توی طول بازی یه سری مکانها رد میشید، ولی ای کاش مثل بازی های دیگه مثل مجموعه بتمن توی طول بازی تجهیزات جدید آزاد میکرده، اونجوری بهتر نشد. ولی واسه یه بازی که توی سال 2007 عرضه شده گرافیک هنوز خیلی خوبه. روی PS4 و PS5 که ریمستر شده و روی PS5 هم به صورت 4K 60 فریم و HDR اجرا میشه که خیلی عالیه، ولی من روی PC و شبیه ساز RPCS 3 با رزولوشن 1440p و حدود 25 تا 30 فریم بازیش کردم که خیلی عالی نبود، ولی میشه گفت که تقریبا قابل بازی هستش. خب بیایید از اینجا به بعد درباره چیزایی که خوشم نیومد صحبت کنیم. یکی از نکات منفی اینه که بعد این مدت کلاً خسته میشید. توی بازی که یکم جلو رفتم فقط میخواستم بیخیال بشم. خیلی از این تیراندازی و کاورگیری ها خسته شدم. هر وقت که به یه مکان جدید وارد میشدم بازی تبدیل به شوتر سوم شخص با سیستم تیراندازی خیلی بد و تکراری میشد و هر از گاهی هم یه سری ست پیسا مثل تعقیب و گریز با ماشین است که اون حس تکراری و تیراندازی تمام نشدنی رو عوض میکنه، ولی به محض تمام شدن ست پیس دوباره به همون حالت خسته کننده کاورگیری و تیراندازی برمیگردیم. هر تلاش واسه مخفی کاری بیفایده است. این دشمنا میتونن از توی دیوارا رو هم ببینن و یه سری جاها توی بازی هست که توی روی جت اسکی سوار میشید. این مرحله یه مقدار از حالت عادی بهترن، ولی اونا هم همون حالت تیراندازی معمولن بدون کاور با یه سری بشکه‌های انفجاری و کلی تیراندازی که فقط می‌خواستم تموم بشه تا به کاتسین بعدی برسم. اگه که به خاطر شخصیت ها و داستان نبود احتمالاً همون وسط بازی رو ول می‌کردم. طرح اصلیم این بود که درباره تمام نسخه های آنچارتد از نسخه اول تا نسخه لاست لگسی یه ویدیو مثل این بسازم، ولی الان دیگه مطمئن نیستم که بتونم همینجوری ادامه بدم، حداقل نه پشت سر هم. ولی میدونم آنچارتد 2 نسخه محبوب خیلی هست، ولی آنچارتد 1 خیلی من اذیته و اگه که کوتاه نبود احتمالا تا آخر بازی نمی‌کردمش. با این حال چند تا چپتر آخر بازی با یه سری موجودات مثل زامبی می‌جنگیدم فان بودن، اما کویک تایم ایونت های آخر بازی خیلی رو اصلا بود که هی سرشون می‌بردن. اونا هم یه ناامیدی کوچیک تقریبا داشت. یادم میرفت که در مورد ویلن بازی صحبت کنم. در واقع خیلی
ویلنش چلاقه که حتی تا اواخر بازی هم حضورشون رو حس نمی‌کنن. در کل آنچارتد 1 بازی خیلی خسته کننده است با یه سری لحظات سرگرم کننده، یه سری شخصیت‌های خوب. امیدوارم که نسخه های بعدی بهتر باشن. یه جورایی از این یکی خیلی زده شدم و دیگه نمیخوام بازیش کنم. اگه که آنچارتد 1 رو بازی کردید دربارش چی فکر میکنید؟ یا کدوم نسخه آنچارتد فیورت شماست؟ داخل کامنت ها به هم بگید.